دیشب حالم خیلی بد، حتی به فکرهای خیلی بد، به اینکه بخوام خودم رو بکشم فکر میکردم. اصلا خودم برای خودم همچین روزی رو حتی تصور نمیکردم. فکر نمی کنم هیچ کدوم از اطرافیانم فکر کنم یه روزی من ممکنه همچین فکر به ذهنم برسه. همیشه یه زندگی فکر کردم که آدم امیدواریم، تلاشگرم، تا جایی که تونستم، تا جایی که جا داشتم، بلد بودم، تونستم تلاش کردم. الان این ویدیو رو نگرفتم که اینجا دوباره گریه کنم. دیروز به اندازه کافی گریه کردم. صبح بدون اینکه فکر کنم، نمیخواستم بهش فکر کنم که دوباره تنبلی کنم، دوباره ذهنم بگی که چون این روزا تو حال خوبی نداری، معمولا کارهای مثبت و مفید تو وقتی میکنی که ذهنت مثبت، حال خوبی داری. نمیخواستم بهش فکر کنم، فقط پا شدم، آماده شدم و اومدم بدوم که یکم هورمونام مرتب بشه، یکم آدرنالین ترشح بشه، یکم ذهنم باز بشه، از این حالت در بیام، از این فکرای بی خود در بیام، یه کاری کنم. قصه من قصه اسپشیال خودم نیست، قصه ایه که انگار هرچی دور و برمو نگاه میکنم انگار خیلیا قصه منو دارن. یه کامنتی توی اینستاگرام گذاشته بودم، 500 نفر لایکش کردن، زیرش نوشتن ما هم منم، توی پیج خیلی کوچیک. قصه من قصه دختریه که تلاش کرده مستقل بشه، با اینکه سخت بوده، خیلی پشتوانه نداشته، کسی با کاری که میخواسته بکنه موافق نبوده، حتی یه سر سوزن کمکش نکردن، چون مخالف بودم، چون دلشون نمیخواست که این کارو بکنه. اما من فکر میکردم کار درستی نه، هنوزم فکر میکنم کار درستی کردم، ولی خسته شد. درس خوندم، جای خوب درس خوندم، با معدل خوب درس خوندم، دانشجوییم شاگرد خوبی بودم. بعدش وقتی رفتم دنبال کار خیلی خیلی زیاد تلاش کردم، خیلی زیاد کسب و کار خودم رو انداختم، باز دوباره خیلی زیاد تلاش کردم. الان 35 سالم شده، کسب و کارم رو جمع کردم، کاری ندارم. 1 ماه و نیمه دارم دیوونه میشم، 1 ماه و نیمه تو خونه دارم دنبال کار میگردم. روتین زندگیم به هم خورده، پول ندارم، نمیتونم با کسی معاشرت کنم، نمیتونم هیچ چیزی بخرم. همه اینا داره بهم فشار روانی میاره. فکر نکنید تو این 1 ماه و نیم نشستم فقط تو خونه. تو این 1 ماه و نیم تا تونستم مفید سعی کردم مثلا کارهایی بکنم که کمکم میکنه. از دوره نرم افزارهایی که بلد بودم، هی ویدیو ببین همه چی یادت بیاد، هی برو در مورد شغل‌های مناسب که فکر میکنی به روحیت مناسب تحقیق کن، و هر کسی که فکر میکنی بگو، شاید اونا یه موقعیتی کاری خوبی داشتن بهت پیشنهاد دادن. زبان بخون که وضعیت زبانتو بهتر کنی. همه کار کردم اما هنوز بیکارم، هنوز درآمد ندارم، وحشت میکنم. هر یه روزی که میگذره وحشت میکنم از پولی که قرار تموم شه، از من این ویدیو رو نمیخواستم بگیرم که در مورد این چیزا حرف بزنم. این ویدیو رو میخواستم بگیرم بگم امروز که پا شدم اومدم دویدم، وقتی دویدنم تموم شد داشتم آب میزدم به صورتم، یه اتوبوس پر از دختر برام دست تکون دادن، تشویقم کردن.
انگار میخواستن تیکه خوب زندگی رو برام خوشایند بود. انگار مثلا یه خسته نباشید از یه جای نامعلوم که یه کمی بهت انگیزه بده که هنوز سر پا بایستی.